سرخط خبرها. نگرانی ساکنان پس از یک روز بالاروی راهگیران. به شهروندان تاجیکستان توصیه داده شد که به بلاروس نروند. و نگرانی از وضع مرکب در مرز تاجیکستان و افغانستان. درود به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. من شهلای عبدالله. شروع از دیروز 10 نوامبر نرخ راهگیری نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه بالا رفت. برخی از کاربران رادیو آزادی از آن اظهار نگرانی کردند که هنوز یک هفته پیش پولچینک‌ها با نرخ نو مبلغ را طلب می‌کردند. همچنین بعضی از ساکنان شکایت کردند که رانندگان مسافران را از معیار زیاد می‌گیرند و طلبات را رعایت نمی‌کنند. شهردار دوشنبه دلیل بالا بردن راهگیران را به گران شدن نرخ سوزشواری و قسم‌های احتیاطی پیوند داده بود. ضمناً جهش نرخ سوزشواری در تاجیکستان ساکنان را به تشویش آورده است. فعلا 1 لیتر سوزشواری دیزلی 11 سومانی و 20 درم است و بنزین سه‌استفاده 9.92 در این مدت از 11 سومانی تا 11 سومانی و 50 درم گران شد. ساکنان و رانندگان از مقامات می‌خواهند برای پیشگیری از بالاروی نرخ سوزشواری چاره اندیشند. مسئولان خدمات ضد مونوپولی قبلا گفته بودند که نرخ سوزشواری در جهان بالا رفته است و تاجیکستان هم استثنا نیست. پیش از که مقصد نرخنامه چی میشود سوزشواری ارزان شود، نرخنامه اتوماتیک خودش پایان میفروید. تمام فکر با اون معاشی که مردم میگیرن این نرخش هست 70 تا 90 درم قیمت میشه زورشون میرسه برای رفتن و من هر روز در کجا میرسه بازار میدره دست قرضدار میبره. نرخ نوای اوزوقه سوزشواری هم قیمت و همین معاش در جای اسپید نمیکنن زندگیشون پیش برن. با این راهگیرا قیمت های مردم چیکار میکنن؟ اگه زود برسن نرسن مجبوری دیگه راه داشتیم میره دکای یا نویلوجی میروند دیگه. با این بالا بردن نرخ راهگیرا شما من راضی هستین؟ نظرتون چیه؟ باید چقدر باشه؟ چقدر باشه؟ مثلا راهگیرا که بالا باید معاششون زیاد شون چی نظر دارید؟ اگه معاشا خیلی بالا رود نصد اشتباهی که راهگیرا داخل بعد پکیوت میکنند ولی شما کم باشد قیمت‌تر یا خیلی اونم ده نصد ولی که کم ده. یک مسئول شورای امنیتی تاجیکستان گفته است وضعیت در مرز افغانستان و تاجیکستان مرکب باقی میماند. نصرالله محمودزاده کاتب شورای امنیتی تاجیکستان ضمن نشست در چهارچوب مکالمه منطقوی دهلی اوید به مسائل امنیت در افغانستان گفته است وضعیت در مرز افغانستان و تاجیکستان مرکب باقی مانده، خطر تروریستی از جانب افغانستان افزایش می‌یابد. محمودزاده افزوده است که به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان با وضعیت نظامی و سیاسی اصلاحات جدی وارد کرد. او تاکید کرده است که در شرایط فعلی ضرورت سفربر کردن تلاش‌های فوری جامعه جهانی به میان آمده است. طالبان در پی خروج نیروهای غربی حدود 3 ماه می شود که در سر قدرتند. در همین حال مقامات قزاقستان گفته است در حال بد شدن وضعیت در افغانستان به تاجیکستان کمک نظامی خواهند کرد. جانب قزاقستان به تاجیکستان کمک نظامی را کاملا رایگان ارسال می‌کند. 17 اپریل سال روان لایحه‌های قانون درباره تصویب سازشنامه‌های دخلدار را وکیلان پالاتای پایانی پارلمان قزاقستان به تصویب رساندند. این سند در چهارچوب اجرای دستور رئیس جمهور قزاقستان قاسم جومرت توقایف در پی ملاقاتش با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سال 2020 و در اساسی درخواست دوشنبه در مورد ارائه کمک‌های نظامی تکنیکی به تصویب رسیده است. در افغانستان گروه از طالبان را که 10 سالها باز کابل پایتخت کشور را ندیده بودند به این شهر آوردند تا به قول خودشان استراحت کنند. 10 نفر از سربازان تا دندان مسلح طالب چند پیش به باغ تفریحی قرغه در شهر کابل برای استراحت آمدند و گزارش را در این باره همکارمان طاهری سفر تقدیم می‌کند. کلاشنیکوف در دست در باغ تفریحی قرغه در شهر کابل. سربازان طالبان که فقط جنگ کارشان بوده است به استراحت آمدند. بعضیشان در عمر خود چنین جایها را بار اول می‌بینند.
تقریبا ما خود در طول زندگی خود تقریبا 26-27 ساله هستم ما قرغه نیامده بودیم، لیکن الان یگانه باعث شد که ما تفریح بیاییم که روز جمعه است، نماز جمعه را خواندیم، ما یک تفریح است به قرغه آمدیم دیگه. ما مصروفیت های زیاد داریم در حوزه و خواست میگه به خاطر یک سیاحت، به خاطر که زینا که فعال شه، به خاطر یک چکر امروز اندیوالا میمونه آمدیم طرف قرغه. بعضی از دور چرخ و فلک ها را تماشا میکنند و تعدادی هم در چرخ و فلک با اسلحه در دست چرخ میزنند و استراحت میکنند. بسیاری از این اعضای طالبان به غیر از جنگ و شوب چیزی را نمیدانند و هیچگاه هم کابل را ندیده بودند. بعد رسیدن طالبان به قدرت در ماه اوگوست راهشان به اینجا باز شد. حالا میگویند که به کسی کار ندارند. ما با هیچ کس مشکل نداریم. ما به هر یک افغان کفالت میدهیم که با کسی مشکل نداریم. طوری میبینید تمام مجاهدین در این باغ تفریحی با دیگر ساکنان استراحت میکنند. ما میخواهیم به تمام جهان اعلان کنیم که با کسی مشکل نداریم. باغ تفریحی قرغه مثل سالها و یا چند ماه پیش سرآدم نیست. بعد رسیدن طالبان به قدرت چنین کم آدم شد. قبلا اینجا زنان و کودکان و خانواده های زیاد می آمدند. طالبان که پس از 20 سال جنگ در افغانستان حکومت را گرفتند، چند روز بعد زنان را از حق کار و تحصیل محروم کردند. حقوق زیادی مرد و زن هم محدود شد، اقتصاد هم بزانو زد. حکومتشان را هم کسی به رسمیت نشناخته است. حالا این گروه بعد استراحت باید برای تامین امنیت به گوشه‌های گوناگون افغانستان برگردد، به گوشه‌هایی که افزایش حمله و بمبگذاری‌های داعش آنها را ناامن‌تر کرده است. مقامات اتحادیه اروپا میگویند 10 کشور از جمله به تاجیکستان فشار آوردند که پروازها به بلاروس را محدود کنند. این وضع در پی به وجود آمدن بحران مهاجرت به وقوع پیوسته است و اتحادیه اروپا بلاروس را برای ارسال سیل مهاجران به حدود کشورهای اروپایی عیبدار میکند. اتحادیه اروپا روز 9 نوامبر گفت که بیش از 10 کشور را فشار آوردند که پروازها به سمت بلاروس را محدود کنند. در میان این کشورها عراق، اردن، قزاقستان، لبنان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه و گرجستان هستند. مقامات تاجیکستان تا هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند و معلوم نیست که تاجیکستان پروازها به بلاروس را قطع کرده است یا نه. مقامات لهستان میگویند که شب گذشته 10 نفر از پناهجویان از خاورمیانه را که از حدود بلاروس مرز این کشور را غیر قانونی عبور کردند بازداشت نمودند. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخوازاده همراه می‌بینیم. 11 نوامبر سال 2012 با ابتکار دانشمند تاجیک پروفسور ابراهیم عثمان بنیاد مکالمه تمدن‌ها تأسیس شد. این سازمان اجتماعی با ارزیابی و تحقیق تاریخ زمان استقلالیت تاجیکستان مشغول است. خود ابراهیم عثمانов مهمترین شخصیت‌های تصمیم گیرنده دور را به صحبت آشکارای سیاسی می‌کشد. 11 نوامبر سال 2007 نخستین بار در یک پژوهش ویژه بین‌المللی وضع زنان در تاجیکستان در گزارش تفاوت‌های جنسیتی تحقیق شد. این تحقیقات معلوم نمود که در تاجیکستان به حساب میانه دختران در 21 سالگی خانه‌دار شده تا 3-4 فرزند به دنیا می‌آورند. زن‌های تاجیکستان بیشتر در رشته‌های اقتصادی فعالند و در کارهای سیاسی کمتر به نظر می‌رسند. گزارش حاکی است که ذخایر مهنتی بازار تاجیکستان از 50% زن‌ها و 66% مردها عبارت می‌باشد، در حالی که درآمد مردها به حساب میانه 2 برابر بیشتر نظر به درآمد زن‌ها بوده است. 11 نوامبر سال 1956 نویسنده تاجیک مریم بانوی فرغانی تولد شده است. این روزنامه‌نگار و ادیب زاده ولایت فرغانه یکی از حامیان فعال هویت ملی و فرهنگی تاجیکان بود و سالهای گوناگون در نشریه‌های پیام دوشنبه و صدای مردم کار کرده. کتاب‌هایش خمارشکن و تمنا را چاپ کرده است. مادر خبرنگاری معروف مهپاره کریمووا میباشد. بانک ملی قرب دلار را برای امروز برای $100 1129 سوم و 65 درم و 1000 روبل روسی را 159 سوم و 10 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. فردا در همین وقت ساعت شما را منتظریم.
خدا نگهبانتان.